پایابله ز راه بیابان رسیدم، بشمرده دانه دانه کلوخ خراب او، برده به سر به بیخ گیاهان و آب تلخ. روزگاری حدیث نبض زائران چنین بود که به راستی راه درشت ایمان را به پای خونین صبر در می نوشتند. اما امروز اگر ایمان همان است، زمانه همان نیست. و امروز اگر چند آدمی فاتح دور پرواز آبها و آسمان هاست، در کعبه ایمان خیش خاکساری می کند و چون بر آستانه سنت می گذرد پیشانی بر خاک می گذارد. باری زمانه اگر نه همان است، سنگوخچه کوچک دل هم بدان مهر نشان است که بود. اینجا نیاز و حسرت به بی‌نیازی و آرامش تبدیل می شود و سرکشی آتش به قطره اشکی فرو می نشیند. مشهد مرز دین و دنیا، مرز بودن و ماندن است. دریچه ایست با نگاهی از دنیای پرنیاز و حسرت خاک به ایمانی که نیاز را به بی‌نیازی می کشد. تحو بیننا بالحق و هو الفتاح العلیم. مشهد مرز ماده و روح است، شهری که در آن قافله رحلت را زاد راه فراهم میتوان کرد. جهان دوگانه ای که در آن دین و دنیا از کنار هم میگذرند تا هر یک آسایش روان را چیزی در خور خیش و باب طبع خیش فراهم آورند. این یک دلخوش از سنگی دستکار خراسان تا نشانه ایمان و سبب ساز آسایش آن جهانش باشد و آن یک دست کم به گلدانی ظریف تراش از سنگ تا خوشایند طبع هنرستایش گردد. مشهد دو راهی دین و دنیاست.
در این شهر همه چیزی به هر اندازه دور اگر نراست بر ریشه سنگی مذهبی ایستاده باشد، دست کم اینقدر هست که تهرنگی از مذهب دارد. گویی سنگ معدنش از انعکاس دلپذیر آبی آرامی که رنگ دلخواه هر مسجد و هر آرامگاه است فیروزه می شود و قالیچه و قالیش به نقش و به رنگ خواهر توامان کاشیکاری هایی است که همچون زیر و بم موسیقی منجمدی از راه چشم بانگ از آن را به گوش دل فریاد می کند تا تو در برابر هنری که به قصد ستایش خدا حماسه ای در ستایش زایندگی های روح آدمی سروده است با دهان گشاده از حیرت فروتنان پیشانی بر خاک گذاری. تپش خون پشم در رگهای گره و جانهای نازنین انگشت که پامال می شود. اقتصادی که بر پایه معتقدات دینی آیندگان و روندگانی استوار است که به خواهش دل معتقد خیش می آیند، سر از پای ناشناخته، شاد و سرشار از آرزویی دیر و دور که اینک به حقیقت گراییده است و چون می روند تا سالیان دراز تا آخرین دقایق زندگی شیرینی خاطرش را به دل دارند و زنده یادی خاطرش را از بازارهای گرداگرد بست یاد بودی با خیش میبرند. جانمازی، سجاده‌ای، سبحه‌ای، دیوارکوبی به شمایل اولیاء الله و قدیسان و آنان که دستی بازتر دارند و کیسه‌ای سرشارتر، خاتم فیروزه‌ای، دست بندی یا سینه ریزی. مشهد دوراهی دین و دنیاست. اما حرکت به جانب ماشینیزم جبر تاریخ است، حتی آنجا که سنت ها پا در جا بینشوندند. اگر خراسان سرزمین کشاورزی و دام پروری است، از صنعتی شدن هر آنچه به کشتزارهای وسیع و باغهای بیکران میوه و گله های بیشمار دام پیوسته است تن نمیتواند زد. چون این است که به ناگزیر اندک اندک بامهای بلند بر ستون کارخانه ها کمانه میزند و در گستره وسیع جلگه‌ای که روزگاری جز بانگ چابوشان و هیاهای قافله سالاران و صلوات زائران خسته از آن بر نمی آمد، چکاچاک ماشین ها و بانگ از آن رشته‌ای دوگانه می بافد. دانشگاه ها سینه خیز بر قسمت بزرگی از شهر گسترده می شوند تا دانش نو به یاری زمانه نو بشتابد. انسان نو آراسته به دانش نو با هر آنچه زشتی و کهنگی است، با هر آنچه بیماری و فساد و پلیدی است، پنجه در پنجه می‌افکند تا فردا را پاک از پلیدی ها، پاک از کهنگی ها و فرسودگی ها، تابان و درخشان و زیبا به آیندگان بسپارد.
ایجاد پارک ها و گردشگاه ها از نیازمندی های نخستین جامعه است که در راه های نوگام می‌گذارد و پارک ها دستکار خلاق ترین شهرآرایان و باغبانان تمامی زیبایی های فراموش شده طبیعت را در صدها جریب زمین خشک باز می آفریند. و در این میان مفاخر تاریخ گذشته را نیز جلوه‌ای دیگر می باید تا همرنگ دیاری شوند که به هر حال برجی است برآورده بر پیگاه تاریخ. نادر پسر شمشیر که سازنده عصری بود و فردوسی پدر سخن که از ملتی حماسه جاودانه پرداخت. بستابش آفتاب افگندم از نظم کاخی بلند که از باد و بارون نیابد گزند. بسی رنج بردم بدین سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی نمیرم از این پس که من زنده‌ام که تخم سخن را پراکنده‌ام. آنک روزی دیگر گذشت و اینک نقار خانه آستان است که تجلیل شامگاهی بارگاه ایمان را نوبت میزند و زائران با آرامش قلبی که آرزوی گران سالیان را سنگین سنگین به وصل دوست سیراب کرده است سبک بال و فارغ بارگاه امید را به آیندگان مشتاق دیگر باز می‌گذارند. سبک بال و فارغ آری که بار گناه و آرزو سخت بر گرده دل سنگین